تغییرات اقلیمی باعث مشکلات بسیار زیاد برای جامعه ما و جامعه تمام بشریت گردیده است و به خاطر هزی که همین تغییرات اقلیمی را تا حدی بتانیم کنترل بکنیم، یکی از راه‌های از اون افر نمودن ترنچ ها یا به اصطلاح هم چقرک ها هست. چقرک ها ساختمان هایی هست که میتونن تا اندازه زیاد را سیلاب های بسیار مدهش کنترل بکنه و همچنین باعث جذب آب ها و تقویت آب های زیرزمینی شود. ترنچ ها بر علاوه ازی که میتونه آب های زیرزمینی را تقویت بکنه، باعث ازی میشه که کوه ها سبز شود و همچنان از تخریب کوه یعنی طبقه خاکی کوه شود. برای استفاده مفید از ترنچ ها ما میتونیم که بعضی از درخت های مثمره که مطابقت با اقلیم منطقه داشته باشه میتونیم در اونجا غرس بکنیم و از او استفاده و بهره مند شویم. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در سطح ولایت بامیان حدود 480,000 ترنچ در 3 ولسوالی حفر کرده و حفر از این ترنچ ها با واسطه خود مردم شده و مردم دو فایده را از اینجا بهره مند شدن. یکی از خود فایده طویل المدت ترنچ ها و دوم از مزدی که در مقابل کندن از این ترنچ ها گرفتن.